همه مدل‌ها رو به قدای بلند و هیکل‌های لاغر میشناسن، اما همیشه قد خیلی بلند هم خوب نیستش. یه عزیزی الان داشت بهم دایرکت مسیج میداد، جوابشو میدادم. قدش 2 متره. 2 متر خیلی قد بلندیه. من 186 سانتی مترم. میگم من به درد مارکت هند میخوام، میتونم کار کنم و اینا. داشتم توضیح میدادم، خواستم به شما توضیح بدم که قد خیلی بلند میتونه به ضرر یه فرد برای دنیای مدلینگ و کلا مدل شدن باشه. چرا؟ من کلاینتم. این شلوار دارم، خب این شلوارم عکاسیشه. یه سایز مشخص داره. این شلوار سایز 32. زارا بریم بپوشین 32. حالا نام زارای ایران فکر کنم فرق. زارای اورجینال مثلا. این یه قد خاصی داره، درسته؟ منی که 186 ام تا قد 188 9 زیاد اختلاف با هم نداریم و این کمر 32 به من میخوره و قدش هم برای من مناسبه، چون یه استانداردایی هست. یه نفری که قدش 2 متره مسلما پای درازتری از من داره و اگه همین شلوار رو بپوشه این براش کوتاهه. باید یه شلوار با سایز بزرگتر بپوشه و از طرفی که سایز بزرگتر کمرش هم بزرگتر میشه، یعنی کلا اصلا همه چی به هم میریزه. پس من ایجنسی اگه مدلم که قدش 2 متره رو بفرستم برای فیتینگ، مسلما از هر 10 تا فیتینگ میره 9/9ش اصلا فیتش نمیشه، لباس اندازش نمیشه، یا آستینا کوتاه میشه، لباس تنگش میشه، قدم کوتاه میشه، یه مشکلی خواهد داشت. چرا که کسایی که لباس تولید میکنن اون لباسایی که میخوان عکاسی بکنن طبق یه استانداردایی تولید میکنن که اون استانداردها بر اساس اوریج یا میانگین مدلاست. یعنی من مدلام از 183 4 هست تا 188 که اینا تقریبا یک سایز با هم اختلاف دارن، یعنی شلوار 31 32 33 34. این سایزها نمیدونی یوکی یو اس چجوری توی سایت مدل آکادمی تبدیلاشو زدم. یا برای بالا پوش مثلا کت شلوار سایز 38 40 خیلی دیگه بزرگ باشه 42 که 42 خیلی نادره، یعنی هر 10 تا شد ممکن یه نفر 42 بپوشه، اما اکثرا سایز 38 و 40 برای پسرا مد نظرشون رو اینجور تولید کردن. چرا که به هر ایجنسی زنگ بزنن اکثر مدل‌هاشون توی این سایزه. پس کسی که قدش بلندتره به مشکل بدجوری برمیخوره. الان قسمتی کت‌واک من میخوام تو شاخه کت‌واک برم. دوستان کت‌واک هم همینه. الان تو این شویی که فکر کنید یه کلاینت بیاد طراح از من بخواد مدل بگیره، من مدل‌هامو معرفی میکنم، 5 تا مدل معرفی میکنم، همه قدا 186 8 9 7 تو 1 سانتی متر تو یه بازن. یه نفر 2 متر 2 متر رفت از کادر بیرون، کلش بشه از کادر میزنه بیرون. خدا نگاه کن یه نفرم که من بغل من باشه، من 186 یه نفر 2 متر اینجا وای میسه. این اختلاف حتی تو فشن شو هم جالب نیست. حالا تو اروپا میانگین قدی بالاتر بین 188 9 10 189 که عدد میشه 190 188 تا 192 اینا میتونه باشه، چون مثلا معیار حالا میجرمنت های ذره فرق، لاغر اسکینی تر میخوان و قد بلندتر، اما باز 2 متر از اونها بلندتره. همینا رو بگذاریم. این قد بلند مثل همون قد کوتاه مشکل ساز هست، اما این افرادی که قد بلندتر دارن یا قد کوتاه‌تر دارن یه تصوری دارن که آقا من مثلا قد کوتاه میگم من میخوام تو شاخه فوتو مدلینگ کار کنم، قد بلندا میگم من میخوام تو کت‌واک کار کنم، که این دور از واقعیت معیارهای بین‌المللیه. یه نفر این دوتا یا مدل یا مدل نیستش. چرا که ایجنسی میره دنبال کسایی که تو این بازن بتونن کار بیشتری بکنن. چرا که منی که میخوام یه نفر از ایران بیارم، پول بلیط و جاب و کلی به هزینه دیگر رو باید تقبل بکنم، فردی رو انتخاب میکنم که بتونه بیشترین کار رو بکنه، یعنی تو هفته بتونه 6 روز کار بکنه، یه روز استراحت کنه. پس نمیام افراد خاصی رو که نمیتونن کار کنن از یه کشور دیگه با هزینه خودم بیارم تو اون کشوری که ایجنسیم هست. حالت استثناش اینه که تو اون کشوری که من ایجنسی دارم، افرادی که دارن تو اون کشور زندگی میکنن و قد خیلی بلند داره اطلاعاتش رو ثبت میکنم ارائه میدم. بعضی پروژه ها هستش که افراد خاص میخواد، قیافه های خاص، قدای خاص و کلا ویژگی خاص میخواد. نادره اما پروژه های خیلی خوبی هست. من ایجنسی اون افراد خاص رو تو کشوری که هستن دارن با هزینه خودشون زندگی میکنن، کاری به کار من ندارن و زیر نظر دارم که اگه یه اینکوئری اومد یا یه درخواستی برای اون افراد خاص اومد بتونم به کلاینت هم ارائه بدن. اما داستان این افرادی که توی ایران هستن به من میگن که آقا من مثلا میتونیم با هم همکاری کنیم یا نه، شما میخواین از یک کشور دیگه پاشین بیان یک کشور دیگه با کلی هزینه یک پروژه خاص خوردن با یه باجت محدود، نه هیچ هزینه‌تون رو کاور نمیکنه. و وقتی من در مورد مدلینگ صحبت میکنم در مورد افرادی صحبت میکنم که بتونن
تو کشورهای مختلف سفر کنن به عنوان یه مدل تا برای ایجنسی‌های مختلف کار بکنن. آیا مثلا همین دوست عزیزی که 2 متر هستش توی اروپا داره زندگی میکنه، آردی حالا تحصیل پناهنده شده هر چیز دیگه داره زندگی میکنه، آره بهش پیشنهاد میکنم در کنار کارش، در کنار زندگیش بیاد این آموزش‌های منو ببینه، خودشو ارتقا بده و برای همین قضیه مدلینگ اقدام بکنه، چون که این پروژه خاص بعضی وقت به این افراد خاص نیاز داره. اتفاقا تو همین هند یه مدل هست، یه مدل هندی هست قد 2 متر، فکر کنم 2 متر هم بلندتره، قد 2 متر داره، یه موهای مثل شاگی داره، اصلا یه قیافه خیلی خاص داره، هر جا میره اینجوری معلومه، اینجوری من نگاهش میکنم و کار هم هر از چنگاهی میگیره، حتی شو هم میگیره، تی وی سی هم میگیره، فوتوشوت هم میگیره، اما تعداد کارهایی که میگیره نسبت به فرد دیگه خیلی خیلی کمتره، چون که داره تو زندگی میکنه، تو هند خونه‌اش زندگیش هستیم، پروژه میخوره مناسبه میره سر کار. اگه بیشتر حمایت کنیم به دیتیل و جزئیات در مورد تک تک مسائلی که میتونه سوالتون باشه کامل توضیح میدم. افرادی هم که علاقه دارن به مدلینگ میتونن از طریق مدل آکادمی فرماشون رو بفرستن و با هزینه من بیان خارج از ایران و مشغول کار شن. اطلاعات کاملتر توی اینستاگرام و وبسایت مدل آکادمی هستش. خداحافظ.